آیا در بالای کرپچه نماز خواندن جایز هست؟ جای بلند یا که جای مثال ملایم باشد. البته در بالای کرپچه نماز خواندن اجازت است. کرپچه اگر نمازی باشد هیچی باکی ندارد. خواه بلند باشد، خواه پست باشد، یعنی در بالای کرپچه، در بالای قالین، فقط در جایی که یعنی وقتی سجده میکنی که پیشانیت قرار نمیگیره، یعنی مثال پخته هست که همین تا چند سر تا میمونی تا چند سر طرف پایان رفتن میگیره، انا اونجا تا نادرسته. این مقدار کرپچه‌ای که ما داریم مثال 10 سانتی متر، 20 سانتی متر، 30 سانتی متر، اینها معنای ایرا ندارن. اینجا مثال سجده بالای گندم ای، بالای یگان زغیر ای، بالای یگان پخته ای، یعنی یک چیزی که وقتی سر میمونی سر قرار نمیگیره، میرود مقصد. انا این حالتو جای انا اینجا سجده نادرسته. ولی بالای کلپچه و بالای قالین و بالای ادیال و اینها در هیچ چی باکی ندارن. نمازم